الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز هم می‌پردازیم به یکی دیگر از مواردی که الله متعال دوست دارد و می‌خواهد که این عمل را و مورد را از من و شما ببیند. واقعا این اخلاق فاضله‌ای که شریعت اسلامی به من و شما یاد داده و الله و رسول از من و شما مطالبه کرده، ضامن سعادت من و شما در دنیا و آخرت است. یکی از مواردی که در شریعت اسلامی و در آموزه‌های دینی من و شما زیاد به آن تأکید شده، بزرگواری و جوانمردی هست که انسان در تمامی موارد تعامل و برخوردهایی که با دیگران دارد بر اساس و مبنای بزرگواری و جوانمردی و خویشتن‌داری عمل بکند. انسان نباید آشفته بشود، نباید تنگ نظر باشد، نباید که برخورد خودش را بر اساس منافع زودگذر مادی تعیین بکند، بلکه در تمامی برخوردهایمون و تعاملی که با دیگران داریم، در معاملاتمون، در رفتارمون، فراتر از دنیا و فراتر از مصالح دنیوی آخرت را ببینیم و مصالح دینی خودمان را بنگریم. حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه در یک روایتی که در سنن ترمذی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلبی رو نقل کردن که برای من و شما قابل تأمل هست و متاسفانه امروزه در جامعه من و شما بسیار کم رنگ هست و انسانهایی که از این کانال و به خاطر این عمل محبوب الله متعال باشند چه بسا که بسیار اندکند. این عمل بزرگواری و سعی صدر و جوانمردی در هنگام معامله هست، معاملات مادی، خرید و فروش، داد و ستد. در این مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه های زیادی رو دارند، هم برای فروشنده و هم برای خریدار. هر کسی حقی رو دارند و هر کسی با اصول و ضوابطی باید عمل بکند، هم فروشنده و هم خریدار. اگر طبق دستور الله متعال و آنگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند معامله انجام بگیرد، هم فروشنده و هم خریدار محبوب الله متعال خواهند شد. شما دارید کاری را به خاطر منفعت دنیوی خودتان انجام میدید. میروید از مغازه میخواد یک چیزی را بخرید، فروشنده میخواهد برای امرار معاش خودش مغازه‌ای را باز کرده و میخواهد که کالاهایی را به فروش برساند. برای منفعت مادی ما هست، برای امرار معاش هست. اما با این کار خودمان هم میتوانیم رضایت الله متعال را و حب الله متعال را کسب کنیم که محبوب الله متعال بشویم. میفرماد که ان الله یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء. الله متعال انسانی را که در فروختن و در خریدن و در پرداخت حقوق دیگران بزرگوار هست، سعی صدر دارد، جوان مرد هست. الله متعال چنین فردی را دوست دارد. آن کسی را که سمح البیع سمح الشراء و سمح القضاء هست، در هنگام فروختن و در هنگام خریدن و در هنگام دادن پول، یعنی وامی رو، قرضی رو که برگردنش هست
حق دیگران را وقتی که میخواهد بدهد با بزرگواری و جوانمردی میدهد. اینها صفاتی است که متاسفانه امروزه کم وجود دارند. فروشنده سعی میکند که با 1001 فریب و خیانت کالای خودش را بر مشتری غالب بکند. از طرف دیگر مشتری هم آنگونه که شاید و باید صداقت ندارد با فروشنده و چه بسا در دادن حق کوتاهی بکند یا بیش از اندازه لجاجت بکند، چانه بزند یا اینکه حقش را سر وقت پرداخت نکند. تمامی این موارد خلاف دستور الله متعال هست. ما با این کارهایمون، یعنی هم فروشنده و هم خریدار، با این کارها خودمان را از محبت الله متعال دور کردیم. در روایت صحیح بخاری از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعای رحمت کردند. رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. الله متعال رحمت بکند، مورد رحمت الهی قرار بگیرد آن مردی که بزرگوار هست، انسانی که سهل و ساده هست در هنگام معامله کردن، در هنگام فروختن، در هنگام خریدن و در هنگام طلب حق. 2 مورد در اینجا وجود داره. یکی این که ما حقی رو که برگردن ما هست کامل ادا بکنیم. رفتیم چیزی رو خریدیم، وعده کردیم که فلان وقت پول شما رو میاریم، سر وقت و کامل بدهیم. هم این موردش هست و هم این که فروشنده در هنگام طلب حق خود باید بزرگواری بکند. اگر مشتری گفت که من فعلا ندارم، این ماه خرج زیادی برگردن من بوده و حقوقم را قبل از وقت خرج کردم، متاسفانه در خرج افتادم، فروشنده بزرگواری بکند، یک مقدار بیشتری فرصت بدهد. و همچنین خریدار به محض این که پولی در اختیارش اومد، مالی رو کسب کرد، حق مردم را، حق فروشنده را باید زودتر ادا بکند. پس بنابراین انسانی که سهل و ساده هست، در معامله قسم نمیخورد، برای انجام دادن یک معامله 1 ساعت با همدیگر چانه نمیزنند، نه مشتری کوتاه میاد و نه فروشنده کوتاه میاد. 1 ساعت جار و جنجال تا اینکه موفق بشند یک معامله رو انجام بدهند. این از اخلاق اسلام نیست. هم فروشنده باید صداقت داشته باشد و هم مشتری. مال گرچه محبوب هست، اما این ارزش رو ندارد که ما وقت خودمان را با جار و جنجال و با این همه سر و صدا در واقع صرف بکنیم تا اینکه بخواهیم که یک چیزی رو از بقاله و از مغازه بخریم. انسان باید بزرگوار باشد، سعی صدر باشد. به فرض این که شما کمتر از اون چیزی، از اون سودی که میخواهید بگیرید، یک مقداری رو کمتر بگیرید از مشتری، چی میشود؟ اگر مشتری هم بزرگواری بکند، این همه به مال دنیا دل نبندد، اگر چند ریالی رو بیشتر دادی چی می شود؟ در میزان حسنات خودت هست، به عنوان صدقه محسوب می شود. در مقابل این بزرگواریت، این ساده بودنت در خرید و فروش و معامله، محبوب الله متعال می گردی. اما مردم فقط و فقط این نقطه رو در نظر گرفتم که اگر بیشتر چانه بزنم یک مقدار شاید سود بکنم، پول کمتری رو میدهم. اگر فروشنده یک مقدار بیشتر لجاجت بکند و قسم بخورد، شاید یک مقدار فایده بیشتری عایدش بشود. با این اعمال در واقع ما خودمان را از اون مقامی که باید داشته باشیم نزد الله متعال و محبوب الله قرار بگیریم، در واقع ما خودمان را از اون مقام و جایگاه انداختیم. پس بنابراین هم در هنگام معامله و هم در هنگام خرید و هم در هنگام پرداخت حق و هم در هنگام طلب حق انسان باید سعی صدر داشته باشد، انسان باید بزرگواری بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که
المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ذکرش کرده، میگوید که من طلب حقا فلیطلبه فی عفاف. من طلب حقا فلیطلبه فی عفاف. هر کسی که میخواد حقی رو طلب بکند از بدهکاری، با بزرگواری طلب بکند، با عفت و پاکدامنی طلب بکند، با پرخاشگری و فحش و دشنام و ناسزا و تحقیر کردن طرف مقابل چنین کاری رو نکند. من طلب حقا فلیطلبه فی عفاف، با بزرگواری، با سماحت، با عفت، با خوبی حق خودتان را طلب بکنید. وافن او غیر واف، به حقتان برسید یا نرسید. فرض بکنید که اصلا به حقتون هم نرسید، اما باز هم این بزرگواری و کرم و اخلاق زیبا را به هیچ عنوان شما نباید در واقع از دست بدهید. انسانهایی که این گونه عمل می کنند، یعنی انسانهای ساده‌ای هستند در فروختن، در خریدن، در پرداخت حقوق، در طلب حقوق، این انسانها محبوب الله متعال هستند. امیدوار هستم که من و شما تعاملات خودمون را انشاءالله بر اساس این آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح بکنیم. نگاه نکنید که مردم فکر میکنند که مثلا فروشنده فکر میکند که عجب مشتری ساده بود، من سرش کلاه گذاشتم. نه، این گونه نیست. شما در مقابل این عمل و سادگیتون که لجاجت نکردید و زیاد و بیش از حد چانه نزدید، شما در واقع الله را راضی کردید، خود را محبوب الله متعال قرار دادید، زیرا که الله متعال این صفت را و کسانی که این صفت و ویژگی رو دارند، الله متعال آنها را دوست می دارد. انشاءالله که همه من و شما دوستدار الله و محبوب الله متعال قرار بگیریم. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.